أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع، درس چهارم. معلم، معلم آموزگار یا تعلیم دهنده. معلمون آموزگارها، تعلیم دهنده ها مردانه. تلمیذ شاگرد یا طلبه. تلامیذ شاگردها، طلبه ها، بچه ها. تلامیذتون طلبه ها، شاگردها. معلمتون معلمه یا درسگوی زن. معلماتون معلمه ها، معلمه ها. تلمیذتون طالبه، شاگردی دختر. تلمیذاتون طالبه ها. من کیست؟ این بود 10 لغت جدید درس چهارم. خب با این 10 لغت و در آن درس های گذشته که چند لغتی که ما و شما خواندیم و حفظ کردیم، با آن لغت ها کلمه یا جمله تیار کرده شده است. آن را میخوانیم. من هذا معلم. کیست؟ این معلم هست، آموزگار است. من کیست؟ هذا این معلم آموزگار، تعلیم دهنده. من هذا معلم. کیست این معلم؟ من هؤلاء معلمون. کیست آنها معلم ها؟ من کیست؟ هؤلاء آنها معلمون آموزگارها. من هؤلاء معلمون. کیست آنها معلم ها، آموزگارها. من هذه تلمیذتون. کیست این طالبه؟ من کیست؟ هذه این اشاره به سوی زن. تلمیذتون طالبه، شاگردی دختر. من هذه تلمیذتون. کیست این طالبه؟ من هؤلاء تلمیذاتون. کیست آنها یا ویها طلبه ها، طالبه ها. من کیست؟ هؤلاء آنها تلمیذاتون طالبه ها، دخترها، شاگردهای دختری، شاگردهای زن. من هؤلاء تلمیذاتون. کیست آنها طالبه ها. هو معلم. وی آموزگار است. هو وی معلم آموزگار. هو معلم. وی معلم هست. هم معلمون. ویها آموزگارها هستند. هم ویها اشاره به سوی مردها. معلمون آموزگارها، مرد. هم معلمون. ویها آموزگارها هستند. انت تلمیذ. تو شاگرد هستی.
انت تو اشاره به سوی مرد یا اشاره به سوی بچه. تلمیذون شاگرد، نم مرد. انت تلمیذون تو شاگرد هستی. انتم تلامیذون انتم شما طلبه ها هستید. انتم شما تلامیذ طلبه ها. انتم تلامیذ شما طلبه ها هستید. هی تلمیذتون وی طالبه هست. هی وی اشاره به سوی زن، تلمیذتون طالبه. هی تلمیذتون وی طالبه هست. هن تلمیذاتون ویها طالبه ها هستند. هن ویها اشاره به سوی دخترها، اشاره به سوی زنها. تلمیذاتون طالبه ها. هن تلمیذاتون ویها طالبه ها هستند. انا معلمتون من آموزگار هستم، معلمه هستم. انا من معلمتون آموزگاری زن. انا معلمتون من تعلیم دهنده هستم. نحن معلماتون ما معلمه ها هستیم، معلمه ها هستیم. نحن ما معلمات معلمه ها درس گوی های زن، تعلیم دهنده زن. نحن معلماتون ما معلمه ها هستیم. هذا رجل معلم این مرد معلم هست. هذا این رجل مرد معلم آموزگار تعلیم دهنده. هذا رجل معلم این مرد معلم هست. هؤلاء الرجال معلمون ویها مردها آموزگارها هستند. هؤلاء ویها یا آنها، رجال مردها، معلمون آموزگارها. هؤلاء الرجال معلمون ویها مردها آموزگارها هستند. هذه المرأة معلمة هذه این زن معلمه است. هذه این اشاره به سوی زن، مرأتون زن، معلمتون آموزگاره یکی معلمه. این هذه المرأة معلمتون این زن معلمه است. هؤلاء النساء معلمات ویها زنها معلمه ها هستند. هؤلاء ویها نساء زنها معلمات معلمه ها. هؤلاء النساء معلمات ویها زنها معلمه ها هستند. من هو کیست وی؟ من کیست؟ هو وی اشاره به سوی مرد. من هو کیست وی؟ من هی کیست وی؟ من کیست؟ هی وی اشاره به سوی زن. من هی کیست وی؟ من انت کی هستی تو؟ من کی هستی؟ انت تو. من انت کی هستی تو؟ انت اشاره به سوی مرد. من انتم من کی است؟ کیست شما؟ کی هستید شما؟ من انتم کی هستید شما؟ من کیست؟ انتم شما اشاره به سوی مردها. من هم کیست ویها؟ من هم من کیست؟ هم ویها اشاره به سوی مردها. این بود تیار کرده، این بود جمله تیار کرده شده از لغت های درس های گذشته.
خب لغت های جدید این درس را یک بار دیگر تکرار میکنیم. معلمون آموزگار یا معلم تعلیم دهنده. معلمون معلم ها آموزگارها مردها. تلمیذون طلبه شاگرد. تلاميذ طلبه ها شاگردها. تلامیذتون طلبه ها شاگردها. معلمتون معلمه. معلماتون معلمه ها. تلمیذتون طالبه. تلمیذاتون طالبه ها. من کیست؟ خب این بود درس جدید امروز و در اینجا درس رو به پایان میرسونیم. الله یار و مددگارتان و آخر دعوانا ان الحمد